این ویدیو که اینجاست مطمئنم که هیچ کس ندیدتش. امروز میخوام که افکتاشو بهت بگم و یادت بدم که چجوری ادیتر رو بزنی. خب من لوفامو میخوام این ویدیویی که دیدی رو افکتاشو بهت آموزش بدم. آقای محترم، اولین افکت اسمش وایت فلشه که یه دونه تنظیمات بیشتر نداره، اونم اسپیده که روی 35 قرار میگیره. اینم افکت دوم هستش که اسپیدش روی 35 و رنجش روی 100، یعنی تا آخر. اینم افکت سومه که اسمش اسپلیت فلیکره، اسپیدش روی 20، گلو رو 70 و استیکرز هم روی 0. افکت چهارمه که اسمش فلش شارپنه، اسپیدش روی 10، اینتنسیتی روی 100، کالر 0، گلو 100 و شارپن هم روی 70. خب اینم بود از این ویدیو و امیدوارم که خوشت اومده باشه و لایک و ساب فراموشتون نشه. یه کامنت هم بذار زیر ویدیو. بدرود.